بدونید که در رژیم گذشته که باش مخالفت کردیم که بره و رفت 4 سال اینا با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کردن، مأمورای وزارت خارجه ایران در وزارت خارجه آمریکا و برخی مقامات آمریکایی سر بازیافت سوخت. یعنی اینکه اگر ایران سوختی داره در داخل خودش تولید کرده در آینده ها، یعنی اونا فکر سالهای بعد رو اجازه داشته باشه بازیافت انجام بده. پس آمریکایی‌ها امروز نیست که دارن با هسته ما مخالفت میکنن. قبل از پیروزی انقلاب هم حاضر نبودن راکتور اینجا بسازن و بیشتر اروپایی‌ها که پول نیاز داشتند اونا آمدن قراردادهای راکتور رو با ما بستن. آمریکایی‌ها خیلی رغبتی نشون نمیدادن و ببینید اون موقع رژیم گذشته نپذیرفت، 4 سال مذاکره کرد و آخر حق بازیافت رو برای خودش محفوظ داشت، گفت با این معامله نمی‌کنیم. خب متاسفانه رفتن در برجام رو اون معامله کردن دیگه، یعنی بازیافت رو گفتن انجام ندیم. حالا که چی؟ که پلوتونیوم میشود بمب، بشود بمب، اورانیوم هم میشود بمب. فردا اورانیوم 233 هم میتونیم استفاده کنیم، از توریوم هم میتونیم. و جالبه شما این برجامیان اومدن پروژه توریوم هم تعطیل کردن. این خیلی جالبه. پروژه توریوم در زمانی که من مسئول بودم تو انرژی اتمی شروع شد، چون برخی کشورها مثل هند رفتن برای راکتورهای خودشون پیش بینی کردن که از یه ماده دیگه در طبیعت وجود داره، تو ایران هم هست و از توریوم استفاده کنیم. برای چی؟ برای که اورانیوم 233 تولید کنیم. حالا اشکالی داره ما کار کنیم راکتور توش پلوتونیوم تولید بشه، از همون پلوتونیوم به عنوان سوخت استفاده کنیم و پلوتونیوم برای تولید انرژی شاید برای 1000 تا 2000 سال بشر. این اختلاف رو من میگم بستگی داره بشر چطوری بخواد استفاده کنه میتونه انرژی تولید کنه.